إنه أخطأ في قوله بأن زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم بدعة، يعني نزور مسجده ثم نزور قبره تبعا، لكن النية لازم تكون متجهة إلى زيارة توحيد الألوهية والأسماء والصفات. والله كلمة كبيرة، كبرت كلمة منك يا ابن تيمية، عفى الله عنك. تتهم علماء الأمة، أولياء الأمة الجهابذة الكبار، بأنهم كانوا مشركين في الإلهية معناها. همه حتی که در کتابش هست میگه که صحابی یک حدیث یاد بوده، ما صدها حدیث یاد داریم، اصلا مقام ما صحابه بلندتره. این اگر نسبت به صحابه صحبه شرط بکنیم از گروه اهل والجماعت خارجی. وأما في كتابه الفتاوى، هذا الفتاوى غير مشروع الفتاوى، له كتاب اسمه الفتاوى. ماذا يقول فيه؟ السفر بقصد زيارة قبر النبي محمد سفر معصية، لا يجوز أن تجمع فيه الصلاة ولا أن تقصر، والكتاب مطبوع وموجود في الأسواق. لأن العلماء الذين لهم سلطة من الأحناف والمالكية أيها الإخوة والشوافع رأوا أنه مبتدع، بعضهم رأى أنه كافر. العلاء البخاري من أعظم العقول الحنفية الأصولية قال: من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفى محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بحثمون درباره انحرافات ابن تیمیه حرانی به عنوان بنیانگذار فکری و به نوعی زعیم وهابیت بود و عرض کردیم که انحرافات بسیار بسیار مهمی در اعتقادات او وجود داره. رسیدیم به بحث توحید که اولین و بزرگترین انحراف ابن تیمیه بود و عرض کردیم صفات خبریه که در آیات و روایات آمده رو بر معنای لغوی حمل میکنه و حاضر نبود اونها رو تغییر بده و بر اساس اونها معتقد به صفاتی برای خدای متعال شد که لازمه اون جسمانیت خدای متعال هست. بعضی از ویژگی ها رو از کتب خود او و بعضی از نقدهای وارد به ابن تیمیه رو از کتب خود او بیان میکنیم. در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه فی تأسیس بدعهم الکلامیه آقای ابن تیمیه حرانی که این کتاب رو وزارت شؤون و اوقاف عربستان سعودی چاپ کرده، در این کتاب در جلد 7 که موضوعات اون از سوره، الرؤیه، الساق و ویژگی های دیگه‌ای در رابطه با خدای متعال در این کتاب ذکر شده. در صفحه 289 از این کتاب یک روایتی رو نقل میکنه و حالا توضیحاتی داره که عرض میکنم. روایت از اینجا شروع میشه: فی هذا الخبر من روایت ابن ابی داود انه سئل عن ابن عباس، که از ابن عباس سوال شد که هل رأى محمد ربه، آیا پیامبر خدای خودش رو دید یا خیر؟ گفت بله دید. گفت چگونه دید او رو؟ گفت فی صورت شاب دونه ستر من لؤلؤ کان قدمیه فی خضره، میگه در صورت یک جوانی که زیر اون یک فرشی از لؤلؤ انداخته شده و اون قدمهای او در یک جای سرسبزی هست. فقلت انا لابن عباس الیس فی قوله لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. میگه به ابن عباس گفتم آیا خدای متعال نگفته که لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، چشمها او رو نمیبینند اما او چشمها رو میبیند؟ آیا آیه قرآن این نیستش؟ آیه 103 سوره انعام. میگه ابن عباس پاسخ داد لا ام لک، ای با عبارت توهین‌آمیزی که ای بی مادر، ذالک نوره الذی هو نوره، اون چیزی که درک نمیشه، ابصار نمیتونن ببینن، اون نوری هستش که از خدای متعال تلألؤ پیدا میکنه. ذالک نوره الذی هو نورهی
اذا تجلی به نوره لا یدرکه شیء، اگر او تجلی با نور خودش پیدا بکنه هیچ چیزی و هیچ چشمی نمیتونه او رو درک بکنه. اما اگر نه، بدون به اصطلاح اینا اگه بدون نور و تجلی بدون نور داشته باشه قابل درک است، بنابر قولی که آقایون میگن. بعد استدلال استنتاجش از این روایت چیه؟ بدون اینکه بگه روایت صحیح نیست، اشکال داره نداره. و هذا یدل علی انه رآه، این دلالت میکنه که پیامبر دید خدا رو. و اخبر انه رآه فی صورت شاب دونه ستر و قدمیه فی خضره، و خبر میده که او رو دیده در صورت یک جوانی که زیر پای او در واقع یک فرشی از لؤلؤ هست و قدم او در سرسبزی هست. و ان هذه الرؤیا هی المعارضه بالآیه، و این رؤیت به این شکل که خدا رو با این ویژگیات دیده، این معارضه با آیه است. بله معارضه. و المجاب عنها به ما تقدم، جواب داده میشه از این به آنچه که گذشت که چی؟ فیقتضی انها رؤیت عین، اقتضاش اینه که این رؤیت عین هست، کما فی الحدیث صحیح المرفوع عن قتاده عن اکرمه عن ابن عباس، که رسول خدا فرموده باشن رأیت ربی فی صورت شاب امرد له وفرتون قطتون فی روزتن خضرا، که در یک جای سرسبز به صورت یک جوان بدون ریشه با موهای فرفری در یک جای سرسبزی خدای خودش رو دیده. این چیزی که نقل آقای باز ابن تیمیه و بعد تحلیل آقای ابن تیمیه است که میگه نه این روایت صحیحه و باید به همین شکل باشه. باز در عبارت دیگر این کلام آمده به این شکل آمده که باید اکرمه از ابن عباس سوال میکنه درباره و لقد رآه نزلة اخرى، که خدا بار دیگر دیده میشود، که ان النبی رأى ربه قال له رجل الیس قد قال لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، گفت خدا رو میبینه، گفت آیا نگفته که کسی نمیتونه ببینه؟ باز فقال له اکرمه به اصطلاح فقال له اکرمه به او گفت که الیس تری السما، آیا تو آسمان رو نمیبینی؟ گفت بله. گفت افکلها تری، آیا همه آسمان رو میبینی؟ خب جواب منفیه دیگه، همه آسمان نمیبینه. پس خدا هم همینو میگه لا یدرک الابصار، علیه الله، اینه که همه خدا دیده نمیشه، یه بخشی از خدا دیده میشه، همه خدا دیده نمیشه. بعد نتیجه گیری نهایی ابن تیمیه این هست در به اصطلاح صفحه 301. نتیجه گیری نهاییش این است که دانسته شد احادیث ابن عباس این هست که ان احادیث ابن عباس عنده فی الیقظه، در خواب هست، لکن لم یقل بعینه، این که نگفته با دو چشمش پیغمبر دیده. فاحتجاج المحتج به هذه الآیه و جوابی به قوله الیس تری السما قال بلا قال فکلها تری دلیل علی انه اثبت رؤیت العین. اما اون دومی که اکرمه گفتش که آیا همه آسمان رو میبینی؟ گفت نه. گفت پس بخشیش رو میبینی، پس خدا هم باید علیه بالله اینطوری بگیم که بخشیش دیده میشه. این نشون میده که دقیقاً قضیه دیدن با چشم هست، دیدن با چشم رو ثابت میکنه. این اصرار آقای ابن تیمیه مبنی بر اینکه خدا قابل رؤیت هست با چشم، خدا رو میشه با چشم دید و بله همه خدا رو ممکنه نشه ببینیم، اما خدا رو قطعا با چشم میتونیم ببینیم و هیچ مانعی از این جهت نداره. این هم یک در واقع بحث در رابطه با آنچه که ابن تیمیه در توحید دچار اشکال و تناقض شده. تشکر میکنیم از همراهی شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.